درود بیکران خدمت همه شما هموطنان عزیز و ارجمند. امیدوارم حالتون خوب باشه در هر کجای جهان که زندگی میکنید. صدا و تصویر ما رو به طور زنده از تلویزیون ملی ایران NITV در لس آنجلس کالیفرنیا مشاهده میکنید. من سعید شمیرانی هستم در خدمت شما تا انتهای داستان امروز ما. امروز چهارشنبه 29 فوریه 2012 میلادی ساعت 1:30 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس، 4:30 به وقت شرق آمریکا، 9:30 شب به وقت لندن، 10:30 شب به وقت اروپا هست. از اینکه به جمع ما پیوستید بسیار بسیار از شما سپاسگزارم. همونطور که میدونید هر 4 سال یک بار فوریه تبدیل میشه به 29 روز، معمولا 28 روزه، اما ما در 29 فوریه به سر میبریم. بعضی اشکال نگیرن بگن آقا 29 فوریه وجود نداره. به هر روی سپاسگزاری میکنم از مدیریت محترم تلویزیون NITV جناب آتابای، از بچه‌ها در بخش فرمان، از برنامه سازان، از کسانی که در بخش خبر و غیره هستند. بسیار از همه این عزیزان سپاسگزاری میکنم که این راه رو باز گذاشتن با همکاریاشون تا این صدا و تصویر پخش بشه. از شما هموطنانم برای حمایت خودتون که به چنین رسانه‌ای میرسونید بسیار سپاسگزارم. از آقای امید امیدوار، مدیر محترم تلویزیون ایتو و برنامه سازان، فعالان سیاسی، حمایت کنندگان اون رسانه بسیار سپاسگزارم که رسانه رو حفظ کردن تا صدا و تصویر سرتاسر آمریکا و کانادا، اروپا پخش بشه به روی اینترنت. امید دارم که چنین رسانه هایی که آزاد هستند و صدای واقعی مردم ایران هستند، بدون سانسور صحبت میکنند، به سمت ایران پخش بشه تا شما تفاوت ها رو متوجه بشید. ما دردمون درد سانسور بوده، دردمون داشتن ولایت فقیه و بزرگتر بوده که تعیین تکلیف میکرده ما چجوری زندگی بکنیم. جوامع عوض شدن، تغییرات اساسی پیدا کردن. اگر میخواهیم به جهان اول دست پیدا بکنیم میبایست تکامل پیدا بکنیم و کسی دیگه نیاد تعیین تکلیف بکنه برای جامعه که این جامعه چگونه راه بره، غذا بخوره، با کی بگرده با کی نگرده، و اگر خواست حرکتی انجام بده بگه برای حفظ ما خوب نیست، اسمش هم بذارن حفظ نظام. به هر روی از همه شما عزیزان بسیار بسیار سپاسگزارم. امید و آرزوست که به خواسته ها دست پیدا بکنیم. آزادی، دموکراسی، سکولاریسم، قانون اساسی بر پایه حقوق بشر، برابری میان زن و مرد در قانون اساسی برای حفظ هویت ایرانی و حفظ تمامیت ارضیمون. امروز مهمان بسیار عزیز و گرامی در کنار ما هست یکی از فعالین سیاسی، آقای شریف بهروز از حزب دموکرات کردستان ایران در آمریکا که با ما هستند و خیلی خوشحال هستم که این اولین جلسه هست که در کنار ایشون هستیم و با ایشون هستیم و سایر هموطنانمون در حزب دموکرات کردستان ایران از سایر کشورهای جهان هم به ما خواهند پیوست، از تورنتو کانادا، از آمریکا، از خود عراق و سایر کشورها، همچنین حزب کموله و کسانی که واقعا راه خودشون رو ادامه دادن، اهدافی دارن، باید صداشون شنیده بشه، باید مردم صدای همگان رو بشنوند، باید ببینند و درپوش و سرپوش روی هیچ چیزی نباید گذاشت. من امروز در 2 بخش در رابطه با مسائل صحبت میکنم. اول گفتگوم با جناب آقای شریف بهروز خواهد بود و بعد از اون در رابطه با تاریخ سیاسیم و چگونگی رسیدن به این روزها که ما با داشتن چنین ثروتی که از دیدگاه من و با تحقیقاتی که تا به امروز انجام دادم، آخرین آماری که به دست من دادن، ایران جزو 3 کشور اول برتر جهان از لحاظ ثروت هست. منابع طبیعی یعنی گاز و نفت و گذشته از این که دیگه چه نیروی انسانی ما داریم اونها دیگه بماند، نیروی جوانی که بیش از 70% از جامعه رو تشکیل میده. امید و آرزوم این هست تا این جامعه بتونه از منابع خودش استفاده بکنه، بتونه بهترین استعدادهای کشور در خدمت مردم قرار بگیره، بتونن بچه‌های ایران زمین از تمام چیزهایی که دارن برای خودشون استفاده بکنن. هر آنچه که پدران و مادران، پدر بزرگان و مادر بزرگان برای ما بر جای گذاشتند، به هیچ عنوان برای نسل ما، نسل سوخته، نسلی که به هیچ عنوان در این توطئه جهانی شرکت نداشت، مطرح نیست که ما اسلامی هستیم یا نیستیم.
شما اسلامی هستید یا نیستید، به خدا باور دارید یا ندارید، پیغمبر دارید یا ندارید، امام دارید یا ندارید، دارای چه مذهبی هستید، چه تفکر سیاسی دارید. ایران ما متعلق به همه ایرانیان هست و میبایست این حفظ بشه. اگر جامعه ما بخواد چنین رسالتی رو برای خودش داشته باشه، میبایست پتانسیل این رو داشته باشه که بتونه با همه گفتگو بکنه، صدای همه رو بشنوه، نظریات رو بشنوه، نه اینکه قبول بکنه، بشنوه، نظریات خودش رو هم بگه. تمام افراد جامعه توسط نمایندگانشون در طی سالها براتون توضیح دادم که چه مقدار و چه میزان مهم هست که شما نماینده خودتون رو معین بکنید، توضیح بدید، پشتش بایستید. نماینده شما چه کسی است؟ چه کسی رو به عنوان رهبر سیاسی یا نماینده سیاسی قبولش دارید؟ چرا که جامعه نمیتونه با همه به گفتگو بپردازه. جامعه نمیتونه فرض بگیرید 70 میلیون رو بیاره پای تلویزیون و یا پای میکروفون که آقا نظر شما چیست. میشه آمار گرفت، میشه خطها رو باز گذاشت، میشه با بخشی از جامعه صحبت کرد، اما نمیتونید همه جامعه رو بردارید بیارید پشت میکروفون و هر کسی هم بخواد 30 ثانیه صحبت بکنه حسابش رو چه وقتی خواهد کشید. اون آمار درستی نخواهد بود. اما وقتی شما نماینده خودتون رو انتخاب میکنید، پشت نماینده‌تون میستید، کمک مالی و معنوی بهش میرسونید، اگر برگزاری مراسم انجام میشه، تظاهرات و غیره، در کنارش قرار میگیرید، به حرفش گوش میدید، چون نماینده‌تونه در واقع، یعنی صحبت شما رو داره انجام میده، دیگه این مشکل ها پیش نخواهد اومد. دیگه ما با چنین مشکلایی روبرو نخواهیم بود. ولی متاسفانه از اونجایی که جامعه رو بردن به دنبال برنامه‌ساز، شخصی که حقوق میگیره از یک رسانه‌ای و باید اطاعت امر بکنه، یعنی نمیتونه خارج از اون چیزی که مدیر اون رسانه میخواد حرفی بزنه، چه در بخش خصوصیش در لس آنجلس و یا چه در بخش دولتیش در صدای آمریکا، رادیو فردا و BBC. مردم دل خوش کردن که آقای برنامه‌ساز فلانی بتونه کاری برای ما انجام بده. آقای برنامه‌ساز فلانی هم موقعی که برنامه‌اش تموم میشه میره به دنبال کار زندگی خودش. رسالتش فرق میکنه. شاید دلش برای ایران میسوزه، شاید به دنبال آزادی هست، ولی هر کسی برای چیزی ساخته شده. این تفاوت‌ها رو یک جامعه باید متوجه بشه. این تفاوت‌ها رو جامعه باید بفهمه. این تفاوت‌ها رو جامعه باید بگیره، دریافت بکنه. اگه نگیرید ما در همون قسمت‌های اولیه خواهیم ماند. یعنی به هیچ جا نخواهیم رسید. به جایی میرسیم که کشورهای دیگه بیان برای ما تعیین تکلیف بکنن. به جایی میرسیم که برای ما نقشه میکشن که وارد مملکتمون بشن یا نشن. وقتی که جامعه نمیتونه نمایندگان خوش انتخاب بکنه، برای شما نماینده انتخاب میکنند، چه در بخش دولتی و حکومتی درون کشور که در رو میذارن، یه بچه آخوند براتون میذارن، میگن آقا همینا اصلا باید به اینا رأی بدید، یا اینکه در بخش خارجی چیکار میکنن؟ در بخش خارجیش میان اپوزیسیون در خارج از کشور برای شما میسازن. این مشکلات ما هست، جامعه ایرانی هست، به خاطر نداشتن اطلاعات کافی جامعه ایرانی. این مشکل ما هست. حالا شما میخواین این مشکل رو خودتون حل بکنید یا میخواین براتون حل بکنن؟ دو تا راه بیشتر نداره. اگه میخواین مشکل خودتون حل بکنید، پشت نمایندگانتون بایستید، صحبت همه افراد نمایندگان در احزاب مختلف رو بشنوید و بعد از اون حرکت رو در جامعه انجام بدید. و بعد این نمایندگان هستن که در کنار هم دیگه میشینن، صحبت میکنن و به نتیجه گیری کلی میرسن. امروز در رابطه با این مسائل با شما بیشتر صحبت میکنیم. یک مقداری اگه من دارم در واقع زیاده روی میکنم و جناب بهروز رو نیاوردم روی خط، به خاطر اینکه تصویر اینترنتی ما، یعنی در واقع این مسیری که انتخاب کردیم و با ایشون در تماس هستیم، تصویر به قول معروف میگن استریکی. بچه‌ها دارن در اتاق فرمان سعی و کوشش میکنن تا این تصویر رو درستش بکنن تا ما بتونیم تصویر درست رو از جناب شریف بهروز داشته باشیم. و همین خاطر من صبر کردم تا بچه‌ها تصویر رو درست بکنن. تصویرشون هست ولی نمیدونم آیا میتونیم با همین تصویر بریم یا اینکه اصلا گفتگو رو تلفنیش بکنیم. از اتاق فرمان اگه بچه‌ها به من بگن من بسیار خوشحال میشم، چون به نظر من مفاهیم مهم هست، مسائلی که در رابطه با اون داریم صحبت میکنیم مهم هست. حالا همه این مسائل پیش میاد حتی در بزرگترین رسانه‌های خارجی در جهان هم، چه در CNN چه فاکس چه غیره. وقتی که ارتباطات از راه دور برقرار میشه مشکلات
الکترونیکی پیش میاد. بچه‌ها به من میگن که ادامه بدم تا بتونن این تصویر رو درست بکنن که جناب شریف بهروز و تصویر درستشون هم داشته باشیم و این فعال سیاسی و جوان نسل سوخته رو هم در کنار خودمون داشته باشیم. نظریات خودشه، نظریات سازمانی است، باید بشنوید. ما دارای چه نوع سازمان‌هایی هستیم، چه افرادی هستیم، این سازمان‌ها رسالتشون چیست، هیس هم نداریم. نیایید مردم رو خفه بکنید. آقا الان موقع این چیزا نیست، همبستگی همچین چیزی نیست. من امروز به صورت مشخص بهتون نشون خواهم داد که همین طرحی که امروز میریزن میگن آقا همبستگی صحبتش هم نکن، همینجوری در کنار هم قرار بگیرید، اگر قرار نگیرید شما انسان‌هایی هستید که می‌خواید نمیدونم ایران نابود بشه. این حرفا رو 33 سال پیش به صورت مشخص با اسناد بهتون نشون خواهم داد، در روزنامه‌ها زده شد و بعد یک شبه مردم شب خوابیدن. 21 بهمن 22 بهمن وضعیت چیز دیگری شد. حکومت به دست تندروها افتاد به دلیل اینکه برنامه ریزی شده بود و مردم بیخبر از واقعیات. مردم فکر میکردن به پا خواستن، انقلاب به دست خودشون انجام شده و رهبرم خودشون هستند، در صورتی که این گونه نبود. رهبر براشون درست کردن، به خورد مردم دادن و مردم 24 ساعت بعدش متوجه شدن. اون کسانی که مشخصا میدونستن چه اتفاقی افتاده تکه پاره شدن، عده‌ای باروبندی رو برداشتن رو از مملکت فرار کردن. بسیار مهم هست که در یک حرکت شما بدونید هدف چیست. از 3 بخش تقسیم میشه. هر چیزی که شما میخواید به زندگی بهش برسید 3 قسمت داره. اول تعیین هدف هست، شناخت هدف. ما چی میخوایم، به چی میخوایم برسیم؟ ما به عنوان مردم ایران چی میخوایم؟ آزادی، دموکراسی، سکولاریسم، قانون اساسی بر پایه حقوق بشر، برابری میان زن و مرد در قانون اساسی برای حفظ هویت ملی میهنیمون و تمامیت ارضی. این کل چکیده قانون اساسی است و خواستهای ما که شعارها بر پایه این میبایست داده بشه. هر فعال سیاسی، چه چپش چه راستش، اگر بر راست میگن به قول معروف برای ایران میخوان کار بکنن، چه طرفدار نظام پادشاهیش چه جمهوریش، اگر برای ایران هست، این مفادی هستش که دارم براتون توضیح میدم. بقیهش در شکل قرار میگیره. پس برای رسیدن به هر خواسته ای، به هر عشقی، به هر هدفی، شناخت هدف مهمتر از همه است. کجا میخوایم برسیم، شناختمون چیست، چی داریم، و بعد ترسیم کردن راه رسیدن به هدف. از چه راهی میخوایم به هدف برسیم، راهش رو مشخص کنیم. نقطه A تا رسیدن به نقطه فرض بگیرید B، این رو باید ترسیمش کنیم، این رو باید بکشیمش، این رو باید مشخصش بکنیم. از چه راهی میخوایم برسیم، چگونه برسیم. خب هدف رو مشخص کردیم، راهش رو هم ترسیم کردیم، یعنی نقشش رو کشیدیم، و بعد چی میمونه؟ وسیله ای رو که ما رو باید از نقطه A به نقطه B برسونه. پس از 3 قسمت تشکیل میشه. آیا جامعه ایرانی این 3 قسمت باهاش صحبت شده؟ آیا براش توضیح داده شده که برای رسیدن به آزادی و دموکراسی یا اهداف یا هدف از چه راهی باید بریم، چگونه برسیم، با چه وسیله‌ای برسیم؟ 3 قسمتشه. چیزی که در رسانه‌ها اصلا صحبت نمیشه، اصلا توضیح داده نمیشه. مفاهیم بیشتر بر پایه شعاره، مفاهیم بر پایه پول جمع کردنه که ماندن رسانه‌ها. بمانیم چه کار بکنید، بمانید چه بخورید، اجاره خونه بپردازید. چند سال دیگه مردم باید پول بدن، جنس بخرن به نام پادشاه و مصدق و شرق و غرب و شمال و جنوب و ایکس و ایگرگ که شماها زندگی بگذرونید، فقط حضور داشته باشید پای میکروفون. و بعد ترسیم نامطلوبی از چهره جامعه ایرانی نشون بدید در رابطه با مبارزین، که آقا مبارزین ما همینان دیگه، بیشتر از اینا که نیستن، همینان. مردم بچهای امروزی نگاه میکنن میگن آقا اینا کیان؟ آخه من نمیخوام حالا به مسائل سر و شکل بپردازم، اصلا اون حالا یه چیزی خدا داده است، حالا خدا نداده است، حالا هر چی که هست، ولی واقعا از لحاظ افکار، از لحاظ دانش، از لحاظ آگاهی، سطح معلومات، وقتی که شما فاقد دانش و آگاهی هستید،
پشت میکروفون قرار میگیرید، چه در بخش پادشاهیش، چه در بخش جمهوریش، چه در بخش چپ و راستش، شما چی میخواید به مردم انتقال بدید؟ این مردم 33 سال تو این باطلاق اسلامی گیر میکنن. از همین رو هستش که فعالین درست، باورمندان به تمدن ایران شهری، تمدنی که پدر و مادرم در سالهای دور بر جای گذاشتن، پایه گذاری کردن، وقتی میخوای اینا رو درس بدی اصلا قبولت نمیکنن. آقا 2 دقیقه بیار حرفتو بزن برو. 2 دقیقه؟ بی سوادان و کسانی که فاقد دانش و آگاهی هستند از یک سو، از طرف دیگه هجوم لابیست ها، از طرف دیگه گفتگو کردن با اسلامیستا یا اسلامیون در واقع کانال 2 حکومت اسلامی یا این سبزها در صداهای دولتی در رسانه ها و غیره. ما کجا میخوایم برسیم؟ این مشکلات ماست. اینها مشکلات اساسی کشور ماست. حالا شما میخواین به هر نوع رژیمی که دوست دارید رأی بدید. من در رابطه با محتوا دارم صحبت میکنم، در رابطه با شکل صحبت نمیکنم. خوبه اگه همینجور خوبه، من احتیاج ندارم که تصاویر رو ببینم. سپاسگزاری میکنم. این مفاهیم مهم هست که باید توضیح داده بشه. هدف، توضیح دادن هدف، شناخت هدف. هدفمون چیه که میخوایم با هم یکی بشیم؟ هدف رفتن شماله؟ خب بریم شمال. چه کسانی میخوایم بریم شمال؟ چه ساعتی میخوایم بریم؟ از چه مسیری؟ از قسمت کرج بریم یا از اون کمربندی بریم یا اتوبان بریم؟ این میشه راه رسیدن به هدف. با چه وسیله‌ای بریم؟ با ماشین کی بریم؟ اینا توضیح داده شده؟ خیر، اصلا مطرح نیست. شعار نشخوار گذشته تاریخی تا به امروز ادامه داشته. با پوزش فراوان از عزیز و ارجمند دوست گرامی جناب شریف بهروز، پوزش ما رو بپذیرید که اگر معطل شدید ولی این اشکالات به وجود اومد و بچه‌ها و به خصوص شهریار جان سعی کوشش تلاش کردید که ما تصویر رو نسبتا خوب داشته باشیم. درود بیکران به شما. با درود سلام به جناب آقای شمیرانی. اگه مشکل تکنیکی از منم بوده، منم از شما و همکارانتون و از بینندگان عزیز معذرت میخوام که همچون مشکلی پیش اومد. منم در خدمتتون هستم برای گشایش بحثی که در واقع برای همه ما مهم است و اونم آزادی ایران، احقاق دموکراسی در ایران و در واقع نجات از چنگ این رژیم پلید که 33 سال است بر سر این ملت و بر سر این کشور در واقع بال خودشو پهن کرده. اولین برنامه فکر کنم در برنامه‌تون هستم. اجازه بدید خدمت شما و بینندگان عزیز برنامه‌تون سلام عرض کنم و تشکر میکنم که این فرصت رو در اختیار من گذاشته که در خدمتتون باشم. امیدوارم که برنامه هرچند کوتاه ولی مفیدی داشته باشیم. خواهش میکنم. مطمئن هستم که ساعت بیشتری در اختیار شما هموطنان قرار خواهد گرفت از احزاب مختلف. این رسالتی است که تلویزیون ملی ایران برای خودش در نظر گرفته، از همه شماها دعوت بشه. چند تن از حزب دموکرات کردستان، چند تن از کموله، چند تن از جمهوری خواهان در شکل‌های متفاوت، چند تن از طرفداران نظام پادشاهی، چه مشروطه چه پارلمانی، و بنشینند. حتی دعوت میشه از سازمان مجاهدین اگر مردم ایران رو آدم حساب میکنن، خیلی رو راست بهتون بگم، تشریف بیارن با مردم ایران صحبت بکنن، پاسخ به ملت ایران بدن، جواب ملت ایران رو بدن که اصلا چه چیزی رو برای ملت ایران دارن نقشه میکشن یا در نظر گرفتن. آیا ملت ایران در رأی خودشون سهیم هستن یا خیر، یا اینها کماکان تلویزیون خودشون رو دارن، با خودشون صحبت میکنن، با خودشون گفتگو میکنن، خودشون به خودشون گل میدن و در نهایت به اسم دموکراسی، به اسم آزادی میخوان فردا به ایران هم تشریف بیارن. ولی خب آزاد هستن. اگه مردم فکر میکنن چنین چیزی رو میخوان، آزاد هستن که هر جوری که دوست دارن برای خودشون حرکت بکنن. ولی در نهایت این ملت ایران هست. من وظیفه‌ام است به عنوان یک ایرانی این مسائل رو برای مردم توضیح بدم، روشن بکنم. در نهایت مردم هستن که تصمیم میگیرن که چه چیزی میخوان. بنابراین از شما بسیار سپاسگزارم که دعوت رو پذیرفتید جناب بهروز، و از شما درخواست میکنم که به عنوان نماینده حزب دموکرات کردستان در کردستان ایران در آمریکا، وضعیت سیاسی
و وضعیت جغرافیایی خودتون هم حتی توضیح بدید. من میدونم که شماها بسیار فعال هستید و تا چه میزان به مرزها میرید، حضور دارید در کردستان و بعد برمیگردید، چه مقدار و چه میزان با جان بازی میشه در این راه در طول تمام این سالها و به عنوان تنها استانهایی که بلوچستان و کردستان، تنها استانهایی که از روز اول نگفتن به حکومت اسلامی باید این مسئله مهم توضیح داده بشه که شما چه مقدار تا به امروز صدمه خوردید، ضربه خوردید، اما هم باید ارزش نهاد، همین که باید جوری نشون داد که ما از شما هستیم، همون مقدار که شما زجر کشیدید ما هم کشیدیم. در رابطه با وضعیت حال حاضر اگر میشه در رابطه با نظر خودتون در رابطه با انتخابات فرمایشی که اینها آغاز کردن بفرمایید و بعد میریم در رابطه با نگرش و بینش حزب شما و کارهایی که میتونه انجام بدید و در رابطه با این مسئله اعدامی که در پتیشنش هم روی اینترنت قرار دادید با هم دیگه صحبت بکنیم. بفرمایید. بله. سپاسگزارم از اون مقدمه در واقع مفیدی که شما داشتید، هم در اول برنامه که مشکل تکنیکی بود و هم حالا در رابطه با رسانه های عمومی و در واقع که رسانه هایی هستن که صدای مردم ایران هستن و در خارج کشور هستن که واقعا مردم بهشون هم گوش میکنن. این وظیفه ملی است که همه اعضا و نمایندگان سیاسی و فرهنگی و اجتماعی رو در این برنامه ها شریک کنن و که بتونن نظرات خودشون رو برای مردم بیان بکنن و در واقع این وظیفه ملی است و منم از این بابت از شما سپاسگزارم که این فرصت رو یه بار در اختیار گذاشتید و در واقع این احزاب سیاسی و نمایندگانشون همونطوری که خودتون گفتید فقط رو به رسانه های خودشون و رو به هواداران و اعضای خودشون صحبت نکنن. کسان و احزابی که میخوان نمایندگی مردم رو در آینده کشور بکنن باید از همین حالا شروع به تمرین دموکراسی و اهمیت دادن به این رسانه هایی است که رو به مردم هستند و امیدوارم که بتونیم از این طریق در آینده ایران هم به این شکل با هم گفتگو و گفتمان داشته باشیم. در رابطه با وضعیت کردستان و البته سوالات زیاد بود، ممکنه یکم وقت بخواد ولی من سعی میکنم خیلی کوتاه توضیح بدم. اول اینکه میدونید که وضعیتی که فعلا در ایران حاکمه چیزی است که باید بگم در کردستان چند برابر بوده از اوایل سرکار اومدن این رژیم و به همان شکل که جنبش مبارزه و جنبش در این بخشایی که فرمودید هم در کردستان و در سیستان و بلوچستان و در کردستان در ابعاد گسترده تری همیشه بوده، در این 33 سال اخیر طبعا سرکوبم به همان اندازه بیشتر بوده. همونطور که میدونید سطح اعدام در کردستان و در بین مردم کرد چند برابر از اگه نگم بیشتر از کل ایران، حداقل قسم بیشتری از اعدامات در خود کردستان ایجاد شده. خودتون مطلعید که اوایل انقلاب اون قتل‌های عمومی که انجام میدادن چه در زندان‌ها چه در اون حملات وحشیانه‌ای که به کردستان میکردن و با در نظر گرفتن شرایطی که فعلا در کردستان حاکمه و احزاب سیاسی که در اون منطقه فعالیت خودشون ادامه میدن و احزابی مثل حزب دموکرات کردستان ایران که در واقع در مرزهای کشور هستند و از مردم خودشون جدا نشدن، رژیم و سپاه پاسداران و دیگر نیروهای سرکوبگر به این بخش اهمیت فراوانی میدن که بتونن هم اون صدای در واقع ضد رژیمی و در خود کردستان ساکت کنن و هم احزابی که نمایندگی این مردم میکنن بتونن به اونم ضربه وارد کنن. همونطوری که میدونید ما در این راه شهدای زیادی تقدیم به آزادی ایران و احقاق حقوق خلق کرد در کردستان ایران کرده ایم و میدونید که رهبران نایابی و از قبیل دکتر قاسمی و دکتر سعید در این راه در خارج به ترور رساندن. اگه فکر کنم سابقه حزب دموکرات کردستان ایران و خود جغرافیای کردستان ایران برای مردمان این مرز و بوم چیز در واقع غیر آشنایی نباشه. میدونید که کردستان در کجا واقع شده و سابقه مبارزات حزب دموکرات برای همه روشنه. از اوایل
پیدایش این حزب و تأسیس این حزب برای دموکراسی در ایران و احقاق حقوق ملت کرد در کردستان ایران این مبارزه شده و اون هنوز ادامه داره. در اوایل انقلاب میدونید که اگرچه حزب دموکرات کردستان ایران بر علیه اون ستم و سرکوبی که در زمان شاه بر مردم روا داشته میشد در واقع از انقلاب یا در واقع از چگونگی تغییر رژیم استقبال کرد، ولی فعالیت زیادی هم شد که بعد از تغییر رژیم ما به رژیم مردمی و در واقع همگانی دست یابیم، ولی متاسفانه این صفت و در واقع غریزه این رژیم به اون شکل نبود که بتونه این خواسته ها را به وقوع بپیونده و چیزی که ما حالا بارش سر و کار داریم همونیه که از اول انقلاب بوده و به شکل خیلی گسترده تر و سرکوب بیشتر شده. اگه از لحاظ اقتصادی ما میبینیم که در ایران به طور کلی وضعیت خیلی حساسی و به سر میبره، تحریما بیشتر شده، سرمایه گذاری به اون شکلی که باید در ایران انجام نمیشه، در کردستان وضعیت و در سایر مناطق دیگه‌ای که در واقع محروم ماندن این خیلی وضعیت وخیمتری رو به سر میبرن. ما شاهد این هستیم که مردم کردستان در واقع برای پیدا کردن نان روز باید به اون بر مرزها برن و متاسفانه اینم باعث شده که کسان زیادی که از این راه امرار معاش میکنن جانشون از دست بدن. در کردستان به طور کلی ما شاهد کارخانه و در واقع اون چیزایی که مردم بتونن درش مشغول به امرار معاش و کار باشن وجود نداره و این اگه در ایران ما سطح بیکاری رو در 20% میبینیم، من میتونم یقینا و با در واقع روشن بهتون بگم که این آمار در کردستان چند برابره و جوانان این مرزوبوم یا روانی خارج از کشور میشون یا در واقع به چیزهایی دوچار میشون که برای این مردم ناخوشایند و آینده‌ای برای خودشون هم پیدا نمیکنه. در رابطه با انتخابات هم خودتون میدونید که حزب دموکرات کردستان ایران از اوایل به سر کار اومدن این رژیم و در اولین انتخاباتی که برای در واقع رفراندومی که برای جمهوری اسلامی انجام شد، حزب دموکرات کردستان ایران، مردم کردستان در این شرکت نکردن و به این اونو تحریم کردن. ما از اون وقت بعد به این از اون تاریخ به این ور ما همیشه شاهد این بودیم که این انتخابات فرمایشی و که در واقع برای گزینش یه سری افراد برای مهر زدن به خواسته های رهبری و ولایت فقیه و سپاه پاسداران غیر ذالک هستند انجام شده و مردم کردستان اینو به شکل خیلی وسیعی تحریم کرده‌اند. البته درخواست احزاب سیاسی کردستان من جمله حزب دموکرات کردستان خیلی مؤثر بوده. همونطوری که مطلعی ترس رژیم، خوف رژیم در این انتخابات به اون حدی رسیده که همه سران رژیم در همه نشستاشون از ولی فقیه گرفته تا سران پایین از مردم درخواست میکنن که در این انتخابات شرکت بکنن و انتخابات در واقع فرض دینی است که باید همه شرکت بکنن و این ترسی است که رژیم گرفته و این در کردستان خیلی بیشتر و گسترده تر است و شور و شوق شرکت در انتخابات فرمایشی مجلس همونطوری که خودتونم فرمودید خیلی پایینه و من مطمئنم. البته اینو باید در نظر داشته باشیم که آماری که رژیم ممکنه ارائه بده هم از شرکت هم از پخش تصاویر ممکنه نماینگر واقعیت اونجا نباشه، چون اونا خودتون میدونید در این کار خودشون خبره زیادی دارن، ولی آمار همونطوری که در دوره‌های قبلی هم و در دوره نمایش انتخاباتی رئیس جمهوری هم خیلی نمایان شد، اون آماری هم و در واقع با اون شرکت کمی هم که مردم میکنن بعد از شرکتشون هم بازم اون آمار چند برابر و به هر حال دستکاری خواهد شد و مطمئنم در این انتخابات هم به همین شکل خواهد بود. نباید زیاد تعجب بکنیم که آمار شرکت در این انتخابات در سرتاسر کشور ممکنه در بعضی جاها به 80 90 تا 100% برسه طبق آمار رژیم، ولی این واقعیت نیست و ما باید به این پی ببریم که مردم ایران از این رژیم بیزارن و دنبال هر و در واقع پیگیر راههایی هستن که بتونن از شر این رژیم خلاص بشن و مردم کردستان هم من جمله و احزاب کردستانی هم و حزب دموکرات کردستان که من افتخار نمایندگیشون رو دارم به همین شکل کار میکنن تا بتونن
آینده آبادتر، آینده که شامل همه بشه برای ایران ترسیم بکنن. جناب بهروز، برای ما توضیح بدید که با مطالعاتی که شما دارید، گفتگوهایی که شما دارید، حضوری که شما دارید در کردستان ایران، دو حزب واقعا فعال در طول تمام این سالها که خب حالا یه مقداری به نظر من حزب کماله تندتر بود، روندش تندتر بود، دیدگاه کمونیستی داشت، ولی امروزه شنیدم که کمی متمایل به سوسیال دموکرات شده دیگه، شعارهایی به فرض جنگ‌های پارتیزانی مثل گذشته نمیدن، یک مقداری به واقعیت‌های بیشتری دست پیدا کردن که دنیا عوض شده، سیستم‌ها عوض شده، نگرش‌ها عوض شده. اگر بخواید چیزی رو طلب بکنی میبایست همبسته بشی، خواست مشترک داشته باشی در کنار بقیه. یعنی فرقی بین کردستان و خراسان و شیراز و اصفهان و تهران و جاهای دیگه نیست. یک کشور هست متعلق به همه، حقوق مدنی افراد میبایست حفظ بشه و خواسته های مردمی که در اون منطقه زندگی میکنند. خواسته مردم کردستان در حال حاضر، اگر شما نمایندگی میکنید این مردم رو، خواسته امروز مردم کردستان به عنوان مردم ایران چیست؟ چه خواسته ای دارند؟ جناب شمیرانی، باید به خاطر داشته باشیم که مردم کرد در کردستان ایران بخشی از یه مردم بزرگتر و در واقع ملت کرد در همه بخش‌های کردستان هستن و خودتون هم میدونید و اینم مستحضرید که کردستان به هر حال یه سرزمینی است که مردمانش رو کردها تشکیل میدن و این سرزمین در طول تاریخ یا حداقل بگم بعد از 500 سال یا در جنگایی که بوده بعد از جنگ جهانی اول، این در واقع به 4 قسمت تبدیل شده و این مردم اگه از هر کردی که بپرسید در واقع ممکنه تشکیل کردستان یک کشور کردستان در واقع آرزویش بشه، ولی خودتونم باید بدونید که این مرزای فعلی که ما داریم و کردایی که در آن واقع شدن به این واقعیت پی میبرن که تحقق خواسته های مردم کرد و در واقع حق تعیین سرنوشت برای مردم کرد خیلی مبرم و خیلی مهمه. اگه ما به مبارزات حداقل 60 سال بعد از جنگ جهانی دوم در کردستان ایران ما نگاه بکنیم و مبارزات احزاب عمده از جمله حزب دموکرات کردستان ایران و در زمان تأسیس جمهوری کردستان هم ما می‌بینیم که همه سعی و تلاش رهبران سیاسی کردستان در ایران در واقع تشکیل یک کشور دموکراتیک، پرورش دموکراسی و حق تعیین سرنوشت در چارچوب ایران بوده و این چیزی است که حالا هم ادامه داره. ما در 70 سال اخیر حداقل تا آنجا که ما مطلعیم ما هیچ حزب عمده سیاسی نداشتیم که خواستار جدایی ایران کردستان از ایران باشه و حزب دموکرات کردستان ایران هم خودتون میدونید که از اوایل انقلاب با احزاب سیاسی عمده‌ای تونسته همکاری بکنه که بتونه این چیزی که در واقع آرزوی همه مردم ایرانه با هم بتونیم بهش برسیم. مردم کردستان همونطوری که خودتون مطلعید از برای احیای حقوق خودشون در واقع مبارزه میکنن و به صفوف احزاب مثل حزب دموکرات کردستان ایران پیوسته اند و این حق و حقوق در چهارچوب سازمان ملل هم به رسمیت شناخته شده. هر مردمی که خواستار در واقع اداره امور محلی خودشون باشن این حق دارن که از طریق نمایندگان خودشون بتونن مناطق خودشون اداره بکنن و اداره این مناطق از طریق مجلس نمایندگان این مناطق همونطوری که در سایر کشورهای پیشرفته دموکراتیک می‌بینیم انجام میشه. مردم کردستان نمیخوان که از این به بعد دیگه از مرکز کسی رو براشون تعیین بکنن که اداره امور رو براشون انجام بدن. مردم کردستان نمیخوان که امنیت داخلی کردستان رو که در واقع کار پلیس و شهربانی و از این قبیل است از طرف مرکز اداره بشه. مردم کردستان در واقع میخوان که به زبان مادری خودشون صحبت بکنن و تحصیل بکنن و کودکانشون از این زبان و به این زبان
تحصیل بکنن و این چیزی است که در واقع سیستم آموزش پرورش در کردستان به دست خود مردم کرد و از طریق نمایندگانشون و حکومت اقلیم کردستان باشه و بهداشت به همین شکل و توسعه اقتصادی. ولی در هر صورت مردم کردستان خواستار دخالت در امور کشور از طریق فرستادن نمایندگان و شرکت در قدرت در داخل کشور هستند، در مرکز هستند که از اون طریق بتونن اون از طریق فرستادن نمایندگانشون به مرکز و سهیم بودن در قدرت در مرکز بتونن تضمین اون حق و حقوقشون رو بکنن. و در واقع این سیستمی که ما میگیم یه سیستم غیر متمرکز، چیز خاصی که مردم کردستان دارن تنها در یک سیستم قابل تحقق است که این سیستم غیر متمرکز و مناسب ترین شیوهش که همونم طوری که میدونید در اغلب کشورهای دنیا هم امتحان شده. در کشوری که حالا من درش سکونت دارم، کانادا، یک کشور غیر متمرکز فدرال هست که اون مردمانی که حالا به خصوص دو ملت انگلیسی و فرانسوی درش هستن میتونن به راحتی از این سیستم استفاده بکنن و در چهارچوب و زیر سایه همین سیستم بتونن اداره امور محلی و مرکزی خودشون بکنن که در واقع سیستم کاملی نیست. هر سیستمی، هر روشی، هر نظامی عیب و نقص خودشو داره، ولی برای کشوری مثل ایران که کشور کثیر و ملی است و به جز کردا، ترکا، عربا، ترکمنا، بلوچا و فارسا در سکونت دارن، بتونیم با هم با درک واقعیت کشور، با درک متقابل بتونیم دور هم در زیر سایه یک پرچم و در واقع با اتحاد بتونیم کشور رو به جلو ببریم. و به نظر من چیزی که ما در این حداقل 33 سال اخیر در واقع بهش نرسیدیم، احزاب سیاسی به اون ترکیب حساس سیاسی کشور پی نبردن و نتونستن به اون صورتی که باید به احزاب نمایندگان ملل مختلف، ملیت‌های مختلف یا خلق‌های مختلف گوش بکنن. و اینو باید بدونیم نه خلق‌های متفاوت که در چهار گوشه ایران سکونت دارن میتونن به تنهایی به اون چیزی که خودشون واقعا میخوان دست یابن و نه اونایی که در مرکز این تصور رو دارن که میتونن بدون اعتنا به این مردمان این مرز و بوم بتونن چیزی که واقعا به اسم دموکراسی ازش اسم میبرن برسن. و در واقع به نظر من دموکراسی و به نظر خیلی ها بدون تحقق خواسته ها و مطالبات مردم در سرتاسر کشور معنی نداره و گوش ندادن و اهمیت ندادن به این خواسته ها در واقع این بی‌اعتنایی به خود دموکراسی است که متاسفانه بعضی‌ها ازش برداشته درستی ندارن. بله. من درخواست فقط بچه‌ها دارم در اتاق فرمان اگه میشه در این استودیو رو ببندن چون صدا داره میاد، میترسم که بپیچه توی میکروفون که صدا خیلی تمیزتر و شفافتر برداشت بشه. خدمتتون عرض بکنم که یک سوال شاید کلیدی داشته باشم از شما. من چون با دوستان دیگه‌ای که در تماس هستم این صحبت‌ها رو کردم، ولی خوبه که اینها روی برنامه مطرح بشه تا دیگران هم این تجزیه تحلیل‌ها رو ببینن. سوالی از شما دارم، اگر کردستان ایران رو به طور کلی در نظر بگیریم، منابع طبیعی کردستان چیست؟ چه چیزی به عنوان نفت و یا گاز یا ثروت برای این مردم در این منطقه هست؟ آیا آماری در دست شما هست؟ آمار رو به طور دقیق نمیتونم بگم، ولی کردستان یکی از منابع طبیعی و در واقع حیاتی که در کردستان حالا وجود داره و از خود کردستان هم در واقع عبور میکنه آبه. خودتون هم میدونید آب در خاورمیانه حالا یه مسئله خیلی حساس حیاتی برای مردم شده. منازعاتی که بین ترکیه و سوریه و اسرائیل و در واقع عراق هم هست و ایران هم تا حدی در اینش درگیره. در واقع آب آشامیدنی آب و مشکلی که برای دریاچه ارومیه هم میبینیم و در گذشته هم خیلی راجعش بحث شده، از این برمیگرده که این آبو در واقع به جاهای دیگه انتقال میدن. آب از چون کردستان یه مناطق کوهستانی است و اونجا به هر حال رودخانه ها و رودخانه های خیلی بزرگی از اونجا رد میشن که بتونه آب. پس ما متوجه شدیم آب یکی از منابع طبیعی است که شما میتونید روی فروش به فرض اون یا صادر کردن اون در بطری و غیره روش حساب بکنید. اما
نه این البته اگه اجازه بدید من فقط میخواستم اینو برای مقدمه بگم چون ولی در واقع کردستان خودش سرشار از منابع نفت. خودتون میدونید که حالا اکثر مناطق کردستان ایران حداقل اکتشاف نفت. کردستان ایران رو دارید میگید یا عراق؟ کردستان ایران. نه کردستان ایران میگم. مناطق کرمانشاه هنوز حالا پالایشگاه نفت داریم ولی مناطق دیگه کردستان هم ذخایر نفت داره که مثلا حالا چون در کردستان عراق این ذخایر کشف شده و روش کار شده، مثلا اگه 50 کیلومتری اونور مرز عراق 100 کیلومتری اونور مرز در عراق که بخش کردستان رو رقیب بریم ذخایر نفت زیادی وجود داره که داره ازش استخراج میشه و مطمئنم در کردستان ایران به این شکل هست، ولی به خاطر همون محرومیت اقتصادی به اون بخشم رسیدگی نشده و اون ذخایری که در مناطق دیگه ایران هم هستن اونم نتونستن به اون صورت ازش بهره برداری بکنن. ولی ذخایر دیگه‌ای که هست ذخایر معدنی از قبیل سنگ‌های خیلی گران قیمت، گراناتایی که به مرکز و در واقع به خارج ایران هم صادر میشن، اینا از کردستان استخراج میشن، سنگ‌های مرمر خیلی گران قیمت و ذخایر دیگه طبیعی هم در کردستان هست که البته من در این بخش تخصص ندارم ولی مطمئنم که کردستان سرشار از این منابع طبیعی است که میتونه برای کل کشور، هنوزم حالا این نفع به کل کشور میرسونه ولی در آینده هم میتونه این نقش مهم در اقتصاد کشور از لحاظ منابع طبیعی بازی بکنه. ما چند میلیون نفر هموطنان کرد در کردستان ایران داریم؟ کردستان ایران اگه از شمال غربی ایران گرفته تا وسط در واقع نزدیک به مرزهای لرستان و این مردم کرد رو تشکیل میدن و آمار رسمی در رابطه با کردها در ایران وجود نداره. ممکنه اگه بر حسب خود اون استانهایی که در واقع استان ایلام، بخشی از لرستان و استان کرمانشاه، استان کردستان و استان آذربایجان غربی حساب بکنیم، جمعیت کشور بالای 10 میلیون نفر خواهد بود. ولی البته اینم باید در نظر بگیریم در خود استانهایی مثل آذربایجان غربی هموطنان ترک آذریمون سکونت دارن و در بخشایی از آذربایجان شرقی کرد هست، در ممکنه همدان هم بخشیش کرد باشه. ما کردای خراسان داریم که در شمال شرقی ایران اینا یه وقتی به اونجا تبعید شده اند و حدود در خراسان شمالی فکر کنم حدود 1 میلیون کرد هم اونجا سکونت داره. اگه همش رو حساب کنیم قریب به 1 میلیون کرد هم در خود تهران سکونت دارن که اگه همش رو با هم حساب کنیم با همون آمار نادرست و چون آمار بر حسب ملیت انجام نشده اینا رو حساب کنیم حدود 10 تا 12 میلیون کرد در سرتاسر ایران، ولی بلخص در مناطق کردنشین حدود 10 میلیون نفری خواهد بود. البته بازم این آمار تخمینی است، من نمیتونم دقیق اینو بهتون بگم. از شما بسیار سپاسگزارم. من به دلیل اینکه بحثی هست در این رابطه که بیشتر باید این بحثا باز بشه برای جامعه و جامعه از این دوری ها دست برداره، به همدیگه بیشتر نزدیک بشه. نزدیک شدن هم این که اول شناسایی بکنه افراد و بدونه که آقا خواستشون چیه، هدفشون چیه و بعد ببینن که آیا در این مسیر با هم هستن یا نیستن. کلا از سوالهایی که از شما میپرسم در این رابطه است. بیشتر جامعه آگاه بشه کجای داستان قرار گرفته و شماها خواستتون چیه، احزاب مختلفی که دارید در کردستان خواستشون چی هست. و یکی از مسائلی که من در رابطه با این صحبت میکردم با دوستان دیگه این بودش که خب چون بعضیا از همون سالهای اول همیشه به فکر جدایی بودن یا همین واژه ملت. ببینید ما در رابطه با کانادا داریم صحبت میکنیم. من خودم سال در کانادا زندگی کردم یا سالها در اروپا زندگی کردم، بالاخره زندگی کردن در این کشورها رو میدونم. فرض بگیرید اگر در کانادا شما زندگی بکنید که هستید، کسی در اونجا ملیت کانادا نمیگه به فرض، یا آقا من کانادین هستم به فرض، حالا یا فرنچ هستم یا انگلیش هستم. در کشور ما به خاطر در واقع حضور تیره های مختلف که از دیدگاه من ما یک قوم هستیم، قوم آریا، اما تیره های متفاوت داریم، تیره بلوچ، کرد، لور، همه این چیزا هستن، خوزی و غیره، خراسانی، فارس. ما دارای جذابیت های خاصی هستیم. من زیر یک پرچم همیشه ایستادیم. یعنی فرض بگیرید اگر شما برگردیم، من چون به نوبه خودم کردها رو هموطنان خودم میدونم از سالهای بسیار دور، بیش از 3000 سال
ما قدمت داریم در اون منطقه. پدر بزرگان و مادر بزرگان ما زجر کشیدن که این آب و خاک برای ما حفظ بشه و میدونستن که نفت چه چیز گرانبهایی است. از 2000 سال پیش میدونستن که در نفت چی هست، اما در کتاب ها هم اومده، اما خب اینها رو یا سوزانده شده یا به مردم نگفتن و غیره. میدونستن در چه منطقه‌ای دارن زندگی میکنن. من وقتی که صحبت پرچم رو میکردم با بعضی از دوستان، گفتن آقا شما کرد مگه نیست؟ میگفت بله. میگفتم مگه قدمت نداریم؟ میگفت آقا ما ایرانی ترین ایرانی هستیم. گفتم خدا، به قول معروف میگن خدا پدرتو بیامرزه. خب پرچم 2000 سال پیشت کجاست؟ پرچم 1000 سال پیشت کجاست؟ ما مگه ایرانی نیستیم؟ هممون ایرانی هستیم. اگر قرار هست که ما برای ایران کار بکنیم زیر یک پرچم، اما خواستهای متفاوت برای خانواده خودمون، من این رو میپذیرم که نمایندگانی که در کردستان هستن بتونن میلیاردها دلار برای فرزندان خودشون درون کردستان تهیه بکنن و کردستان رو به بهشت روی کره زمین تبدیل بکنن. چرا که استحقاقشو دارن، مردم زحمتکشی هستن و باید هم همینطور بشه. نباید از تهران نماینده فرستاده بشه برای وزارتخونه‌هایی که در کردستان هست، باید از مردم خودش تشکیل بشه. باید بهترین دانشگاه، 2 دانشگاه بهترین دانشگاه ها در کردستان زده بشه، فقط در هر استانی، ولی برای کردستان دارم میگم که بیشتر ما نزدیک بشیم، شاید به هم دیگه ببینیم که چی میخوایم. من دارم برای چی میجنگم؟ من دارم فرض بگیرید برای این میجنگم که بتونم 2 دانشگاه بزرگ جهانی به فرض مثلا در کردستان زده بشه که یک به زبان کردی درس بده تمام دروس رو، و 2 به زبان فارسی و پارسی. به انتخاب خود اون فرزند درون اون کشور و در منطقه کردستان در شهرها باشه که دوست داره به چه زبونی درس بخونه، دانشگاه شهرش تامین کرده، بودجه‌ش هم پرداخت میشه. میخواد به زبان فارسی بخونه، به زبان پارسی بخونه، به زبان پارسی. میخواد به زبان کردی بخونه، به زبان کردی. زوری نیست. همچنین درون تهران هم همین گونه باشه. زبان‌های متفاوت، دانشگاه‌های متفاوت، تحصیلات به زبان‌های متفاوت وجود داشته باشه. پول نفت و گاز ما به عنوان قوی‌ترین کشور نه فقط درون منطقه، درون آسیا، اروپا و در جهان، با جمعیت 75 میلیون نفری که داره برای مردمش خرج بشه. چرا این صحبت من برای کسانی که صحبت بر سر جدایی میکنن بارها بهشون هم گفتم، صحبت بر سر شما نیست. گفتم کشوری رو که اولین و دومین مقام به فرض در جهان رو داره از لحاظ ثروت زیر زمینی و همچنین روی زمینی با جوانایی که داره، چرا میخواین جداش بکنی بری یه قسمت متروکه؟ کشوری که این همه پدر و مادر برات ارثیه گذاشته رو چرا نمیخوای حفظش بکنی؟ برای این که بتونی ارثیت رو بگیری که نباید جدا بشی، باید بپیوندی. اگر جامعه ایرانی به هم بپیونده، اگه جامعه ایرانی از شمال و جنوب و شرق و غرب کشور خودش رو که ثروت بزرگ سرشاری است درون مملکت مال خود بدونه و ارزش ها و در محبت ها رو با هم تقسیم بکنه، حقوق مدنی رو پایگذاری بکنیم که فرقی بین زن و مرد، جوان و پیر، شمال و جنوب و شرق و غرب نداشته باشه، هر انسان ایرانی در اون مملکت حقوق مدنی مساوی داشته باشه، نه به خاطر مذهب چوب بخوره، نه به خاطر نداشتن مذهب چوب بخوره، نه به داشتن به فرض اعتقادات سیاسی چوب بخوره، به خاطر هیچ کدوم. اگر در کار خودش نخبه هست برای کشور کار بکنه و وقتی برای کشور کار کرد مجبور میشه برای استانها هم کار بکنه، چون داره برای کشور کار میکنه نه برای نظام. ما چوب خوردیم تا به امروز به خاطر اینکه یا برای حزب کار کردیم یا برای نظام. یک روزی جامعه ایرانی رو باید کنار بگذاره. ثروت متعلق است به شما، به جامعه ایرانی، به هممون. ثروت پدریست و مادریست، ارثیه پدریست و مادریست، به جیب اروپا، به جیب شوروی سابق، روسیه، چین، آمریکا و سایر کشورها ریخته شده، اسرائیل و غیره. همه جهان بردن غیر خودمون. و بعد نفاق انداختن که آقا تو برو به دنبال کار خودت، تو برو در یک گوشه قرار بگیر، تو برو فلان حزب رو تشکیل بده، یه بودجه هم در اختیارت قرار میدیم. هر کی اومد ساز دورتر شدن رو زد، بهش بودجه در اختیارش قرار دادن. هر کسی که و کسانی که اومدن خانه ایران رو بسازن، خانه خودشون از دست رفت. صحبتی که ما داریم بر سر همین اساس هست. من حقوق مدنی شما رو به رسمیت شناختم، میشناسم و خواهم شناخت. برای این جون میدم که یک روز یک بچه‌ای در کردستان بتونه حق طبیعی خودش رو بگیره و داشته باشه. و امیدوارم که سازمان‌ها
و گروه‌ها و فعالین سیاسی هم چنین نظری راجع به استان‌های دیگه داشته باشن، نه فقط استان خودشون. میبخشید که نه خواهش میکنم. البته ممکنه چند چیز باشه که اینجا مطرح بشه. اول این که در رابطه با ملیت سخنی به میان اومد که اگه من لازم میدونم در این رابطه خواهش میکنم بفرمایید. اولا راجع به فرانسوی ها گفتید در کوبک، چون من با این بخش تجربه زیادی دارم، من در خارج کشورم با وضعیت سیاسی و تاریخی اینا آشنا هستم. در واقع میتونم بگم که مثلا در کشوری مثل کانادا که میتونه نمونه خیلی نزدیکی به وضعیتی که ما داریم باشه، البته کانادا کشوری تازه ساخته شده است، ما سابقه تاریخ هزاران ساله داریم، اینا ما همش برمیگرده به 300-400 سال پیش و تاریخ معاصرشون برای تشکیل دولت و دولتی که فعلا هست فدرال همش ممکنه به 150 سال قبل برگرده. ولی میخواستم یه چیز اشاره بکنم. کانادایی ها و در اصل انگلیسی ها که اکثریت رو در کشور به عهده در دست دارن، اینا به این نتیجه رسیدن که اگه میخوان فرانسوی ها رو در داخل کشورشون نگه بدارن و بدون زور سرنیزه و اسلحه اونها رو در چارچوب جغرافی خودشون نگه بدارن، باید به اون حق و حقوقشون در واقع اقرار بکنن و اونها رو بهشون بدن. مثلا اولا برای تأسیس کشور خودتونم بهش اشاره کردید، ما هیچ وقت نشنیدیم حداقل به انگلیسی کمتر میگن Canadian Nation، معمولا به Canadian People یا مردم کانادا اشاره میکنن. با آمریکای هم به همین شکل. معمولا نیشن یا همون ملت در واقع بعضی جاها بعضی وقتا استعمال نادرست ازش میشه، ولی در طبق اون تعریفی که در سازمان ملل ازش شده، معمولا ملت به کسانی میگن که زبان مشترک، سرزمین مشترک و تاریخ مشترک و فرهنگ مشترک دارن. این در خود تعریف سازمان ملل است. این چیزی نیست که ما ازش برای خودمون درست کرده باشیم. و در رابطه با کانادایی هم به همین شکل. فرانسوی ها زبان خودشون، فرهنگ خودشون، جغرافی مشخص، تاریخش مشخص دارن. به همین خاطر در تاریخ و در اسناد کانادا از مردم فرانسوی و کانادایی به عنوان فرانسوی و انگلیسی به عنوان founding nations، یعنی در واقع ملل مؤسس یا تشکیل دهنده اشاره میشه و این در ادبیات جغرافیاییشون به کرات ما اینو دیدیم و شاهدش بوده ایم. و در ایران هم من همونطوری که قبل از در مقدمه بهش اشاره کردم، کردها فقط در ایران نیستن، کردها در بخشای دیگه هستن که سرزمین مشترک و این حق هم دارن که در واقع تعیین سرنوشت خودشونو بکنن. حالا در شرایط فعلی و کنونی مناسب ترین راه برای تحقق مطالبات مردم کرد در همه بخشا در چهارچوب خود این کشورهایی است که حالا درش سکونت دارن، مثلا در ایران. ولی در واقع این گرایش به جدا شدن از ایران و اینها، اگه کردها حالا به عنوان حساب بکنیم، اگه اونها در واقع انتخاب بکنن، کردها باید اینو از خیلی وقت انتخاب میکردن. اون ظلم و ستمی که در 100 سال اخیر حداقل بر کردها روا داشته و مثلا قاضی محمدی که رئیس اقلیم کردستان در 1946 بود، بعد از اینکه نشست‌های زیادی با دولت مرکزی داشت ولی متاسفانه از طریق همون دولت که خودش رو تسلیم کرد برای اینکه نمیخواست جنگ شروع بشه در منطقه، اونو اعدام کردن و رهبران کثیری که ما در این رابطه در این راه از دست داده ایم و این همه سرکوب و ظلم و ستمی است که برای مردم روا داشته شده. اگه مردم واقعا میخواستن از ایران جدا بشن، در این فاصله 100 سال این درخواست میکردن، ولی ما اینو ندیده ایم. و در واقع این وظیفه اونایی که در مرکز و بر واقع دلشون برای ایران میسوزه و این من مطمئنم که دلشون هم برای ایران میسوزه، ولی دل سوختن برای ایران فقط در بیان نخواهد بود، باید در عمل هم نشون بدیم که دلمون برای این سرزمین، برای این مرزبون، برای این مرزها میسوزه و این هم است که به اون حق حقوقی که اونها میخوان و اونم حق تعیین سرنوشت به معنایی که بتونن یک همون چیزایی که اول گفتم، من میخوام یه بار دیگه تکرار کنم، و اون سیستم سیاسی و اداری که در واقع خواستارش هستن تامین بشه. دیگه مردم کردستان چیزی که در چارچوب مرزهای ایران براشون تامین میشه لازم به نگاه کردن به اون بر مرزها نیست. حالا من یه چیزی هم راجع به منابع طبیعی شما اشاره فرمودید، لازم است چند نکته هم در این باره بهتون خدمتتون عرض کنم. اولا اینکه
ما کشورهای زیادی داریم منابع طبیعی هم ندارن، خیلی هم موفقن. مثلا نمونهشو بگم ترکیه که اون برای ای بابا قطع شد. بله فکر کنم صدامون قطع شد. درسته جناب آقای شمیرانی؟ بله. این سربازان گمنام امام زمان همه جا حضور دارن. بله نمیدونم حالا چی شد، ولی در هر صورت معذرت میخوام. نه خواهش کنم بفرمایید. گفتم ترکیه رو نگاه بکنیم. ترکیه علیرغم اینکه هیچ منابع طبیعی به اون صورت اجازه بدید مثل که صداتون صدا داریم شهریار جان؟ صدا داریم؟ تصویرم داریم؟ تصویر خوبه اینجا. نه؟ بله بفرمایید. صداتون داره پخش میشه. بله کشوری مثل ترکیه و اسرائیل هم اونورتر بریم، علیرغم عدم وجود منابع طبیعی سرشار که در ایران است، اونا تونستن اقتصاد کشور خودشون خیلی گسترش بدن. حالا خب قطع شد 2 مرتبه. این هم یکی از مشکلات ماست وقتی که بله ببخشید قطع شد. بفرمایید. بله دوباره با عرض معذرت. حالا نمیدونم این مشکلمون دوباره پیش خواهد اومد، چون فکر کنم این از طرف شماست فکر میکنم، چون بله نه از مشکل از ماست. من ازتون معذرت میخوام، چون این در واقع به خاطر اینه که از سیستمی که من ازش استفاده میکنم تماسای دیگه میاد که باعث میشه این قطع بشه. بله. بعد گفتم بله کشوری که مثلا کشوری مثل ترکیه منابع طبیعی نداره، ولی تونسته اون در واقع مثل اکتوپوس اقتصادی در کل منطقه بشه. چرا عزیزم منابع طبیعی نداره؟ بهتر از حکومت اسلامی چه منابع طبیعی میخواد؟ 18 میلیارد داره به جیب میزنه. ترکیه قبل از اینکه این حکومت اسلامی پایه‌گذاری بشه چیزی نداشت، کسی مجانی میدادن، خونه بهش نمیرفت. نه فقط ترکیه بلکه بقیه کشورها، اینا همه از صدقه سر حکومت اسلامی به همه چی رسیدن. اینا باید در نظر البته من مطمئنم که اون من اگه به منابع طبیعی اشاره بکنم، در واقع ترکیه یعنی چیزی به اون صورت نداره که در ایران هست یا در عراق، از اونم نفت و منابع دیگه، ولی بازم با اون حکومتی که در واقع برای خودشون تعیین کردن و سیستمی که دارن تونستن تا از لحاظ اقتصادی حداقل به اون حدی برسن که کشورهایی که منابع سرشار طبیعی هم دارن بتونن در اونجا هم توسعه اقتصادی به انجام بدن. مثلا در کشوری و اون در واقع ملاک بر این نخواهد بود. البته من فقط اینو می‌خواستم بگم که سیستم سیاسی و در واقع سیستم حکومتی مردمی میتونه بدون وجود این منابع هم به فکر مردمش باشه، بتونه مردمش رو برای مردمش پیشرفت، توسعه 100% قبول دارم حرف شما رو به بار بیاره. و ما کشورهای فراوانی داریم که ولی در مرحله اول اون توسعه سیاسی، پیشرفت سیاسی است که در مرکز و در کشور باید وجود داشته باشه. بدون اون اگه ما صاحب همه ثروت‌های دنیا هم باشیم، همین چیزایی که حالا می‌بینیم همش داره به هدر میره، به کشورهای دیگه داده میشه، رو مردم خودمون خرج نمیشه و در واقع به سازمان کشتی داره تقدیم میشه. جناب بهروز یه چیزی خدمتتون عرض بکنم. من به عنوان یک ایرانی خب وقتی تاریخ خودم رو مطالعه می‌کنم، بسیاری از پستی و بلندی‌ها رو در کشورم دیدم، اما خشمگین نمیشم که بخوام اون چیزی رو که 100 سال پیش، 50 سال پیش، 33 سال پیش در کشورم اتفاق افتاده رو دقدلیش رو امروز خالی بکنم و بگم چون 100 سال پیش پدران من اینجوری کار کردن، من باید این قسمتم رو این کار باش بکنم. من نگاه به حال امروز میکنم، نگاه میکنم ببینم چه چیزی به نفع امروز و آیندگان کشورم هست. کشور ایران به عنوان ثروتمندترین کشور جهان حساب شده و به نفع تمام مردمش هست که دست به دست هم بدن، حکومتی بر پایه مردم سالار بسازند که همه افراد درون این کشور حقوق مدنیشون حفظ بشه. اگه به فرض 1000 میلیارد دلار درآمد این مردم هست، 1000 میلیارد دلار به صورت مساوی در تمام سطح کشور پخش بشه. این کاری است که به دست ما افتاده و ما مسئولیت پذیرفتیم و داریم سعی و کوشش رو تلاش میکنیم. بحثمون هم بر پایه ایدئولوژی و حزبی نیست. برای من شمیرانی حزب شاید در گذشته مفهومی داشت، ولی هر چقدر جلوتر اومدم کمرنگتر و کمرنگتر شد، به جایی رسیده که اصلا حزب و حزبازی رو امروز در این جایی که قرار گرفتیم برای رسیدن به خواسته ها
بی‌پایه و بی اساس میدونم در حال حاضر، چرا که حزب باید درون کشور تشکیل بشه و بعد بتونن برای استانهای مختلف احزاب تشکیل بشه که بتونن در پارلمان حضور پیدا بکنن، حقوقشون رو بگیرن. حزب بر پایه این نیست که اسلحه برداری همش بری بجنگی، بر پایه حقوق مدنی است و وقتی ما بتونیم این رو پایه‌گذاری بکنیم دیگه احتیاج نداره که بخوایم این مقدار نسبت به همدیگه دور بیفتیم و یا بخوایم شایعه درست بکنیم یا حتی به مصاف همدیگه بریم. در صورتی که باید کار رو به دست نمایندگان سپرد، در نهایت نمایندگان مجلس چه سنا چه مؤسسان، که اونها بتونن برای مردم تدابیری در نظر بگیرن، قانون اساسی بنویسن که به نفع همگان باشه. من حدود 2-3 دقیقه بیشتر وقت ندارم چون میخوام یکی دو تا کلیپ هست که بسیار مهم هست در رابطه با اونم صحبت بکنم که یک نتیجه کلی بگیریم از این بحث و در هفته‌های آینده 100% در خدمت شما به مدت طولانی تر با حضور افراد دیگه، شخصیت‌های دیگه خواهیم بود که این جلسات به روی اسکایپ در سرتاسر جهان پخش بشه، مردم ببینن که امروز ما کجا قرار گرفتیم و خواسته ها چی است. شما در واقع این جلسه به عنوان یک معرفی کوتاه مختصری در رابطه با شما بود که مردم بیشتر با چهره شما گویش شما آشنا بشن و بعد در رابطه با مسائل کردستان، در رابطه با مسائل اقتصادی، سیاسی، نگرش کل جامعه ایرانی نسبت به مسائل سیاسی خارجی و دیپلماسی با شما بیشتر و بیشتر صحبت خواهیم کرد. در رابطه با این دو عزیزی که فکر می‌کنم خودتون بفرمایید دیگه بهتر باشه، پتیشنش هم اینجا جلوی من هست، توضیحاتی بفرمایید، من بسیار خوشحال میشم. بله، منم دوباره ازتون تشکر میکنم که این فرصت در اختیارمون گذاشتید که بتونیم راجع به مسائلی که برای ما همه مهم و در واقع اساسی صحبت بکنیم، چون اگه قرار ما این ایرانو که مثل این شکلی که هست نگه بداریم، باید بتونیم با هم دیالوگ داشته باشیم، بتونیم با هم صحبت بکنیم، به خواسته هم دیگه گوش بدیم و همونطوری که هم خودتون در مقدمه فرمودید، ما نمیشه که حالا این مسائلی که مطرح برای هممون اینو برای آینده واگذار کنیم، چون در واقع همون مشکلی که پیش اومد میتونه بعداً دوباره این اتفاق بیفته. چیزایی که حالا ممکنه برای کسانی که قدرت در دست ندارن واقعا حساسن برای با مطرح کردنش، مطمئنم که در آینده ایران با این مسائل مطرح نخواهند کرد و این چرخه و این تکرار تاریخ دوباره در ایران متاسفانه اتفاق خواهد افتاد. باید از همین حالا به هم گوش بکنیم، دور هم جمع بشیم، نظرات همدیگه رو بشنویم و بتونیم خودمون رو برای آینده ایران که من مطمئنم آینده دوری هم نخواهد بود، خودمون رو بیشتر آماده بکنیم و مردم این مرزوب از این بیشتر چیز دیگه از ما انتظار ندارن. در رابطه با اعدام اون دو زندانی سیاسی و که شما اشاره فرمودید، بله همونطور که میدونید لقمان و زانیار مرادی، بله در اعدام در کردستان در واقع بیشتر از مناطق دیگه بوده و این به این برمیگرده که احزاب سیاسی فعال هستن و فعالیتشون اونقدر زیاده که کسانی که براشون فعالیت میکنن در داخل کشور در واقع سزاشون همون اعدام یا زندانهای طولانی است که این دو نفرم به خاطر فعالیت سیاسیشون البته رژیم وانمود میکنه که اینا کارهای تروریستی کردن که در واقع چیز عجیبی هم نیست و به کرات اینو شنیده ایم که چه تهماتی به این افراد میزنن که کسانی که فعالین سیاسی، فعالین محیط زیست هستن، در واقع اینا رو به عنوان مفسدو فرعرض و دشمنان این نظام یاد میبرن و این در واقع پوششی است برای اینکه اینا بتونن مخالفین خودشون از بین ببرن. دو زندانی سیاسی، آقای زانیار مرادی و لقمان مرادی که حالا در زندان هستن و حکم اعدامشون هم نهایی شده، اینا منتظر اجرای حکمشون هستن و کمپین وسیعی در راهه که از اعدام این دو نفر جلوگیری بشه که با شناخت از در واقع این خاصیت رژیم ما میدونیم که علیرغم اون کمپین و کوشش‌های فراوانی که برای جلوگیری از اعدام چندین زندانی سیاسی دیگه که یکیشون آقای فرزاد کمانگر که اون معلم فروزنده بودن در واقع بازم اینا اعدام شدن و مطمئنم که ممکنه کوشش‌هایی که انجام بشه بازم از عزم این رژیم برای اعدام این دو نفر در واقع
اینو از بین نبره، ولی مطمئنم که اون توجهی که به این مسائل ممکنه در سطح بین المللی بشه بازم امکان داره که جنوبش نجات بده. به خاطر همین این کمپین راه انداخته شده و از دوستان درخواست میکنم در فیسبوک بهش بپیوندن و از فعالینی که اینو راه انداختن حمایت بکنن و ضمناً یه نامه از طرف رئیس انجمن فعالین حقوق بشر دانشگاه یورک و از طرف این سازمان یه نامه برای 104 نماینده پارلمان کانادا فرستاده شده که هم از حکم اعدام سعید ملکپور که اونم یه وبلاگر ایرانی کانادایی است جلوگیری بشه که اونم حکم اعدامش براش صادر شده و در واقع کمپینی است که اون افکار عمومی متوجه شرایط کنونی ایران بکنیم که در واقع رژیم میخواد یه نوعی اینو ساکت کنه. فعالیت همگی میتونه نتایج خوبی داشته باشه، حداقل از اعدام این چند نفر جلوگیری بشه امیدوارم و این کوشش و تلاش هم در همین زمانی بوده. از شما بسیار سپاسگزارم، به شما بدرود میگم تا دیداری دیگر، گفتاری دیگر. منم از این فرصتی که در اختیار گذاشتید تشکر میکنم، براتون آرزوی بهترین ها رو دارم. زنده باشید. بسیار سپاسگزارتونم.